مادر سلام، حالت چطوره؟ الحمدلله شکر. خدا رو شکر که اینقدر پر انرژی و خفنی. من یه سوال میخوام ازت بپرسم، شاید هم 2 تا بپرسم. بفرمایید. هم نمیخوام سر بیارم. بفرمایید. یکی این که اگه برگردی به گذشته بچه دار میشی یا میری سگ میخری؟ سگ بالا وفاش بیشتر از به بچه است. یعنی دیگه بچه دار نمیشی. توصیه منم به شما این. حالا سوال بعدی میخوام ازت بپرسم، اینکه الان در حال حاضر حال دلت چطوره؟ میخوام حال دلی تو بگی یا حال واقعی تو. حال دلمش خوب نیست. با اینکه چهرت انقدر خندونه حال دلت خوب نیست؟ الان چی حال دلتو خوب میکنه؟ دیدن 3 تا بچه‌ها. مگه بچه‌هات ولت نکردن رفتن؟ چرا میخوای دوباره ببینیشون؟ دوست دارم ببینمشون. ولی به نظر من انقدر نباید آدم بی معرفت باشه. مادره تو گذاشتیش رفتی